کباب مشهور ترکیه که ادانا کباب نام داره امروز آماده می سازم. خواستم همراه شما شریک بسازم. بسیاری از دوستاکای ما گفته بود ادانا کباب چه قسم تیار میشه، به خاطر که در یک سفارش آماده ساخته بودم. میکسر میمونیم، در آن پیاز، مرچ دلمه سرخ، گشنیج و سیر را خوب به این ترتیب میکس میکنیم و در کاسه میکشیم. آب سبزی را مکمل یک طرف میکنیم. بعد از آن گوشت خوب ماشین میکنیم، کوفتش میکنیم و در یک کاسه میکشیم. به سر گوشت تمام سبزی را که ماشین کرده بودیم انداخته همراه مسالجات که تخم گشنیج است، مرچ سیاه، مرچ دانه‌دار سرخ و نمک. در آخر یک قاشق اناردانه را اضافه میکنیم و کباب های ما را به این شکل در سیخ باشه یا در چوبک های کباب باشه آماده میسازیم. تمامش آماده ساخته و تاوه را میمانیم بسیار به روغن کم تمامش سرخ میکنیم. شما میتونین در داش هم سرخ کنین، در سر زغال هم میتونین و در روغن هم میتونین. بعد از آن ما همراه برنج صرف کردیم. شما همراه نان هم میتونین که صرف کنین، همراه برنج هم میتونین، هر رقم که دلتان است. بسیار مزه‌دار آماده میشه. شما هم امتحان کنین.